دادگاه حربی ولایت ختلان روز 18 ایون دو سرباز نیروهای مرزبانی را با اتهام دزدی چارواهای ساکنان روانه زندان کرده است. دادگاه حربی شریفخان نظروی 23 ساله را 5 سال و مهراج سعیدov را 6 ماه از آزادی محروم کرده است. شریفخان نظروی 23 ساله ساکن دهه زرنیسار جماعت سیف رحیم ناحیه بلجوان است. صحابگل خالبابایوا مادر شریفخان میگوید که پسرش را ماه اپریل سال 2019 به خدمت گسیل کرد و 3 ماه در ناحیه 5 قرار داشت و بعد این او را به قسم نظامی 0307 مربوط به قشون‌های سرحدی در ناحیه همدانی انتقال دادند. خالبابایوا میگوید که پسرش زن دارد و همراه زن و پدرش او را خبرگیری رفته بودند، اما پسری سربازش از آنها 200 سومانی طلب کرد. بعد یک روز فرزندش گذشت از دنیا، فرزند اولینش. جوابش داده نمی کماندیری هم قشون‌های سرحدی بختیار رمضان گفته برا فرزند گذشته جنازه فرزند تبرا بزگران بیا روزه. وقتی که پسر ما به خونه میاد میگن از 200 سومانی دادگی شما کمه 5000 سومانی بیار. ای خونه دیگه نمیشه و سوم بگه بتین. برای سالدت سوم چیکارش میکنه؟ دست با جنایت میزنن یکم دوف. میبرند امو کماندیرا را میتن سوما. چی جنایت صادر کردن؟ گل میدزدن. سالدتو 2 سرگو. خالبابایوا گفت که به همخدمتان پسرش مهراج سعیدov و تدبیر شیرالیov که در جنایت دست داشتند دادرس نیم سالی حکم کرد، اما پسری او را 5 سال جزا دادند. فرزند ما در خدمت حربی نمیشید، هیچ وقت ما شکایت نمیکردم. گناه ایما بود که ما تربیت کرده نتونستم. فرزند ما گشنه بود، لیج بود، رفت دزدی کرد. ما امو را به دولت سپاریدم فرزند ما تربیت کنم بتن. ما نگفتم دزد کنی شما برین فرزند ما را سود کنین. عبدالمجید رحمانوف وکیل دفاع شریفخان نظروف در صحبت صدایی به رادیو آزادی گفت در این کار 2 افسر هم گناهکار است و طمعجویی کرده اند. برای جواب دادن پول میگرفتیان، طمعجویی میکردن میگرفتیان. همین حالتها رو در سود ما پیشنهاد کردم میگیم سود قطعی ایدور کننده دولتی درخواست ما را رد کردن، اجازه ندادن که همون رژیم‌های ما همه شکست دادن. علیشیر رفیقزاده دادرس پرونده نخواست در این باره صحبت کند. بختیار رمضانوف و فردوس اشوروف 2 افسری که نزدیکان سربازی محکوم شده از اینها نام میبرند به زنگ‌های پی در پی ما جواب ندادند.